روشن میکنیم و این مواد رو ما داخل سینی فر میریزیم. موادی که با ادویجات و روغن کانولا یا روغن زیتون قاطی میکنیم و قشنگ پهن میکنیم ما. بعد ما یه توری داریم روی این قرار میدیم و مرغایی که با کره و روغن کانولا سرخ شده ما روی این توری میچینیم. یه خود از این کره ما روش میریزیم. و داخل فر از قبل روشن کرده میذاریم. به مدت 1.5 ساعت.